الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی، آیه 208 و 209 از سوره مبارکه بقره به حضور شما تلاوت شد. الله ذوالجلال در این آیه، یعنی آیه 208، خطاب می فرمایند به مسلمانان با جمله یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ادخلوا فی السلم کافه، داخل بشوید در سلم. سلم هم خوانده شده، کافتن یعنی کامل داخل بشوید. جمله دوم: ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از قدم ها و روش شیطان، برای اینکه انه من شیطان لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. بعد می فرمایند که فإن زللتم، اگر شما لغزش خوردید، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد اون که دلایل شرعی، دلایل اسلامی، دلایل دینی، دلایل قرآنی به شما رسیدند، بعد از اون لغزش خوردید، فاعلموا، بدانید که ان الله عزیز، خداوند بر هر چیز غالب هست، حکیم، کارهایش به حکمت هستند. این دو آیه بسیار پرمحتوا و همچنین راهنمای هستند که ما را به صراط مستقیم، روش رسول الله سوق می‌دهند. و در حدیثی هم که من خواندم، رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که بر خود لازم بگیرید سنت و روش من را و همچنین سنت و روش خلفای راشدین که بعد از من میان، مانند ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی
اینا خلفای راشدین هستند که راهنما هستند و برای خدا اونا مردم را راهنمایی می کردند. کل موضوع اینجا این است که دعوت به طرف قبول اسلام و اتباع احکام و جزای کسی که مخالف به این دو چیز باشد که اسلام را به درستی نپذیرد، قبول نکند، از اسلام پیروی نکند یا اتباع احکام الهی داشته نباشد. از جزای اون مخالفین این است که خداوند فرمود بدانید که خدا عزیز و حکیم هست. اگر مجازات بکند غلبه دارد و اگر حکم را گفته از اون پیروی بکنید حکیم و دانا هست. من میخوام در اینجا که اصل موضوع من این است به شما سروران، به شما بزرگان یک نکته را یادآوری بکنم که نکته خیلی مهمی هست. در قرآن مجید 89 مرتبه جمله یا ایها الذین آمنو تکرار شده. از ابتدای بقره این ششمین ندا هست که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. 89 مرتبه در قرآن مجید جمله یا ایها الذین آمنو تکرار شده. از عبدالله ابن مسعود روایت است که یکی از اون سوال کرد که عبدالله ابن مسعود من را نصیحت بفرمایید. عبدالله ابن مسعود فرمود که خدای متعال 89 مرتبه مستقیم مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد. یا ایها الذین آمنو در قرآن مجید آمده. اولین جمله یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا در همین سوره بقره است. و آخرین در سوره تحریم هست که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. از اون به بعد دیگه یا الذین در قرآن نمیاد یا الذین آمنوی. حالا این 89 مرتبه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمایند که شما به تدبر خیلی عمیق این آیات را، این خطابات را نگاه بکنید. هر جا که امر بود اون را بجا بیارید، هر جا که نهی بود اون را از اون اجتناب بکنید. همین خودش کامیابی هست. در ضمن این یا ایها الذین آمنوها یا امتثال امر است، این امر را بجا بیارید، یا اجتناب از مسئله هست که از اون دوری بکنید. شیطان همیشه در صدد این است که انسانها را گمراه بکند. همونطوری که خودش قسم میخورد که لأحتنکن ذریته، من ذریه آدم را، انسانها را ریشه‌کن میکنم، یا به تفسیر دیگری اینا را لجام میکنم و سوار میشوم. لأحتنکن ذریته، و قسم خورده که من هر طرفی وارد میشوم تا این انسانها را گمراه بکنم. اما بیشتر روش گمراهیش از دو طریقه. روش گمراهی شیطان از دو طریقه، از دو راه است. شیطان دوست دارد که انسانها از پیش خود چیزهای را درست بکنن به نام دین.
به نام مذهب. انسان از پیش خود چیزهای را مندر آوردیای داشته باشند و اونا را اعمال دینی بدانند، در حالی که نه خدا اونا را گفته، نه رسول الله اونا را گفته و نه هم روش انبیا بوده. و خیلی دوست داره شیطان که در میان مسلمانان یا انسانها بدعات و رسومات و خرافات جاری بشود. به انسان رسول الله فرمود که کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی هست، و کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی در جهنمه. اونا که خود را متدین میدانند و متدین هستند، اونا را از راه بدعات و رسومات و خرافات منحرف میکنند. اونایی که رنگ مذهبی ندارند از راه منکرات وارد می شود. اذا در این آیه همین دو چیز هست که ادخلوا فی السلم کافه، کامل در این اسلام داخل بشوید. این سلم هم هست، سلم هم هست. اگر سلم باشد یعنی دین اسلام سر تا پا صلح و صفا هست و دین اسلام، در دین اسلام خشونت نیست. خود پیغمبر خشن نبوده، انسانهای دیندار خشن نیستند. و خداوند به رسول الله می فرمایند و بما رحمت من الله لنت لهم، پس به سبب رحمت الله تو نرم شده برای مؤمنین و برای مسلمانان. ولو کنت فظا، بس زبان می بودی، غلیظ القلب می بودی، لانفضوا من حولک. و دو تا صفت والای خداوند در وجود رسول الله هستند که بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. در اینجا نکته هست، شخصی که بارها قرآن از اون یاد کرده و به طور نمونه اون را ذکر کرده، یکی از علمای یهود که یکی از علمای راستین بود، به خدمت رسول الله رسید و ایمان آورد. عبدالله ابن سلام و گروهی به همراه اون بودن. وقتی که اونا ایمان آوردن مسلمان شدن. عبدالله ابن سلام به فکر خودش، مطابق اون عقیده خودش، به فکر و عقیده خودش اون گفت که تورات هم کتاب خدا هست. روز شنبه را تعطیل می کرد، مطابق دستور تورات شنبه را تعطیل می کرد و اعمالی را انجام می داد که در یهودیت بودند. و همچنین گوشت و شیر شتر را استفاده نمی کرد. در آیین یهودیا این را خراب می دانستند. در قرآن هم به طرف این ابتدای جزء 4 قرآن اشاره شده که کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. پس این گفت که من به اونم عمل می کنم و به قرآنم عمل می کنم. ما خدای متعال فرمود هر کسی که در دین خودش، در آیین خودش یک مسئله دارد، اون را یدک بکشد و بیارد داخل اسلام، اون وقت اسلام و دین اسلام از اون ادیان شناخته نمی شود. اذا یک مسلمان باید کاملا پیرو دین اسلام باشد. و خدای متعال می فرمایند در آیه 30 و 31 سوره آل عمران است: قل ان کنتم تحبون الله
فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما خدا را دوست دارید از من پیغمبر پیروی بکنید، یحببکم الله، خداوند شما را دوست میگیرد، و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اتباع رسول الله 3 پاداش دارد که 2 پاداش دارد. یک، یحببکم الله، شما محبوب خدا می شوید. هر کس ادعا بکند من محبوب خدا هستم، خداوند هر ادعای را قبول نمی کند. کل مدعی محبوبیت محبوب الله نیستند. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از روش من پیغمبر پیروی بکنید، یحببکم الله. سادی جمله زیبایی دارند، فرماید مپندار و سادی که راه صفا، توان یافت و جز از پی مصطفی. مپندار و سادی که راه صفا، توان یافت و جز از پی مصطفی. خلاف پیامبر کسی را گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. تکبیر! کسی که بر خلاف روش پیغمبر عمل بکند به منزل نمی رسد. زمانی که حضرت عمر فاروق فاتح قدس اولین کس که بود حضرت عمر فاروق بود. از مدینه تا مسجد اقصی تا فلسطین عزیز حضرت عمر با یک شتر می رود، 1 نفر امرایش است که اون خدمت گزارشه. در بین راه جمعی رود می بینید بله یک کسی داخل غاری هست، عبادت می کند، راهب مسیحی هست. این بیچاره طوری هست که امون رگش هست و پوست و استخوان، زود کشیده، ریاضت کشیده، هیچ چیزی در بدنش نیست. حضرت عمر فاروق اون را میبینن گریه میکنن. سالم میگوید که همراه حضرت عمر میگه ای عمر چرا گریه میکنی؟ این یک مسیحی هست، غیر مسلمانه، تو برای این گریه میکنی؟ میگه انسانی هست، از فرزندان آدم هست، من برای این گریه میکنم که خدا در قرآن میفرماید عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. این بیچاره خیلی کار کرده، عاملتون با این هست، با هیجیمی نخوالیدون، عاملتون ناصبتون، خیلی خسته هست، اما با این روش این به بهشت نمی رود. تصلا نارا حامیه، همین که بمیرد در آتش داغ جهنم میره. میگوید چرا؟ میگه مطابق این آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. پشترش اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت از خدا و از رسول الله. و به این علت چون رای درست را نفهمید، رهبانیت اون که در غار میشینم، خداوند میگوید رهبانیتا ابتدعوها، بدعت خود اوناست. با اون رهبانیت میخواد خود را به خدا برساند، در حالی که خداوند میفرمایند که اون روشی نیست که انسان به خدا برسه. روش پیغمبر. اگر کسی
به سنت های رسول الله عمل بکند، نماز خود را با جماعت بخواند، رعایت سنت های پیغمبر را بکند، خداوند می‌فرماید که یحببکم الله، خداوند شما را دوست میگیرد و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را مغفرت. پس یک جنبه این آیه این بود که ادخلوا فی السلم کافه. ای عبدالله ابن سلام، تو بدعت را در دین اسلام نیار، شنبه را تعطیل نکن، گوشت و شیر شتر را خراب ندار. شنبه را تعطیل نکن، گوشت و شیر شتر را خراب ندار. اگر در این مسئله میگم فإن زللتم، اگر شما لغزیدید من بعد ما جاءتکم البینات، بیانات آمد، میفرم فعلموا ان الله عزیز حکیم. از عزیزان من، راههایی که انسانها را شیطان منحرف میکند، یا از راه بدعت هست یا از راه منکرات. بدعت چیست؟ اون چیزی که پیغمبر انجام نداده، خلفای راشدین انجام ندادند و در دین اسلام به طرف اونا اشاره ای نشده. الان بدعات خیلی زیاده. انسان ها گمان میکنن اینا ثوابن، در حالی که ثواب نیستن، ضلالتن، گمراهیان. بارها ما گفتیم از ابتدایی که من در این منطقه آمدم، من با دو چیز مبارزه داشتم. چیز از این، یکی بدعات و خرافات و رسومات، با اینا من درگیر بودم. دوم منکرات. از همون ابتدایی که من در اینجا در این منطقه آمدم، مبارزه من با بدعات و خرافات و رسومات باطل بوده. هر رسمی که خلاف شر بوده، من در مقابل اون رسم استاده ام و مبارزه کردم. تکبیر! و دوست دارم اونا که سر درس من و کلاس من بودن این روش را ویل نکنن، و بلکه با جان خود را به خطر بیندازن و جلوی بدعات و منکرات را بگیرند. اصلا نصیحت من امین هست از عزیزان من. ما بارها گفتیم، خدا میداند، به گفته مولانا عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، وقتی که بدعات را میگفت، ما گفت که نه با شما دشمن هستیم و نه با مردگان شما. با قسم جلاله یاد میکنم که 3 و 7 و 40 و سالگرد اینا در دین اسلام نبودند و هیچ نوع ثوابی هم ندارند. و عیب میاد که شما پولی که زحمت میکشید اینا در راه بدعات هزینهش بکن. همون پول را به یک مسکینی، به یک فقیری، به یک بیچاره‌ای، به یک ناتوانی بدهید، به یک مریضی که پول درمان خود را، دوای خود را ندارد، به اونا هزینه بکنید. اما این را به صورت نان و گوشت و برنج و دعوتی قرار ندهید که این ثواب ندارد. توصیه من به شما مؤمنین این است که این بدعات را بگذارید. به ذات الهی من قسم میخورم که اینا یک ذره ثواب ندارند، بلکه ضلالت و گمراهی هستند. و دوم منکرات. آیه در قرآن است که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل سوره ممتنع بیعت میگیرد، اذا جاءك المؤمنات یبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، میگه بیعت میگیر که شرک نکنن، زنا نکنن، قتل نکنن، تهمت و ابترا نگوین. بعد آخر میفرمایند که ولا یعصینک فی معروف،
نافرمانی تو پیغمبر را نکنند. فی معروف، پیغمبر که هیچ عمل منکری را نداشت. ولا یعصینک فی معروف، از پیغمبر که منکر صادر نمیشد، اما در معروف باید از روش پیغمبر استفاده کرد. و از رسول الله روایت شده که این معروف چیز در وقت مصیبت به خانم ها توصیه کرد سر و صورت خود را نزنید، داد و بیداد نکنید، موهای خود را نکنید، یقه خود را پاره نکنید و در وقت شادی منکرات را در مراسم عروسی نیارید. اولین روز زندگی یک زن و مرد عروسیشان هست. در اون روز وقتی که شالوده زندگی خود را، پایه زندگی خود را با منکر میریزند، در آینده چه توقعی دارند که از اونا چه نسلی به وجود بیاد؟ ارگ و جاز و همه این مسائل، خصوصا که زن و مرد با هم دیگر مخلوط هستند و منکرات زیادی انجام میگیرد. اینا جزء همین آیه هستند که ولا تتبعوا خطوات الشیطان. علما کتاب‌های نوشتن، خطوات شیطان را یکی یکی تعیین کردن. یک شخص به نام محمد غزالی، یکی از علمای مصر هست، کتاب دارد به نام خطوات شیطان. راه‌های مختلف خطوات شیطان را در اونجا نوشته و گفته که این جزء خطوات شیطانه، این جزء خطوات شیطانه. عبدالله ابن سلام که خداوند اشاره می کند و شهد شاهد من بنی اسرائیل، اون شاهد دین پیغمبر بود، دین رسول الله بود، به رسول الله ایمان آورد. خدای متعال به اون هشدار میدهد که فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. از عزیزان من، از بدعات دوری بکنید، از علما سوال بکنید چه چیز بدعت است، چه چیز سنت. بدعت درست در مقابل سنت. از روش رسول الله استفاده می شود. مگر در زمان رسول الله کسی فوت نکرده از بستگان رسول الله، روشش چی بوده؟ یا در زمان رسول الله خود پیغمبر و اعضای خانوادهش، خلفای راشدین و صحابه کرام، مگر اونا مراسم عروسی و این خوشی‌ها را نداشتند؟ بله داشتند، اما منکری در عروسی اونا راه پیدا نمی کرد. در کتاب‌های فقه هست، در هدایه هست که اگر شما خبر شدید شما را به عروسی دعوت کردن، اجابت اون دعوت واجبه. اما گمی در اونجا منکرات هستند، چیزهای بد خلاف شرع هستند، از اینجا لازم نیست که شما برید. اگر رفتید اونجا دیدید بد منکرات هستند، شما که مقتدای، تو که عالمی، تو که انسان معتبری متدینی، میگه جمع کنون منکرات را. اگر جمع نکردن برای شما درست نیست که اونجا بشینید و غذا بخورید، بلکه از اونجا برگردید. که بارها شده ما رفته مراسم های عروسی، دیدم که منکرات هستند اونجا. از همون ابتدای روستا یا از نزدیک همون خانه ما برگشته. برای اینکه یک عالم در هدایه میاره که یک عالم، یک انسان مذهبی و متدین اونجا برود با اون انسان‌هایی که مرتکب منکر شدن اونا قاطی بشود، مردم جری میشوند در گناه کردن. میگویم بله، اگر این خلاف بود چرا این بزرگان آمدن نشستن؟ اگر این بدعت بود یا منکری بود چرا این آمدن؟ مردم جری میشوند. و در هدایه این عبارت نوشته و فی ذلک شین الدین، بدنام کردن دین است، بدنام کردن و رسوا کردن دین هست.
پس توصیه من همیشه سخنان من مختصر هستند در این شبها و این دو توصیه من هست که به همین آیه ما عمل بکنیم، در اسلام کامل داخل بشویم، این تمام اعضای بدن ما مطابق دستور الله حرکت بکنند. این یک معنی دوم که فی السلم در اسلام داخل بشوید این است که تمام احکام قرآن را عمل بکنید، تمام روش رسول الله را عمل بکنید که عنوان این کتاب من هست که الدعوت الی قبول الاسلام و اتباع احکامه و جزای مخالفتنا. انشاءالله که این شبهای مبارک هستند و همین اندازه من اکتفا می کنم. خدای متعال همه شما را همه ما را توفیق عمل به این احکام الهی عنایت بفرماید.